هر قسمت، هر شاخه، هر سوزن در سوزن در سوزن، همه اون جزئیات چیزیه که بهش ظهور یافتگی میگیم. این پیچیدگی بر اساس قوانین خیلی ساده اتفاق میفته. برای دانه‌های برف این قوانین به قوانین اولیه فیزیک برمیگردن. در هوا یا در آب مایع مولکول‌ها به هم میچسبن و در تریلیون بار در ثانیه توده‌هایی رو پدید میارن و ما اصلا نمیدونیم اونا کجا هستن و یا در چه جهتی میچرخن. وقتی حرارت رو کم کنیم آب سردتر و سرعت مولکول‌های اون کمتر میشه. ناگهان نیروی چسبندگی بین اتم‌ها باعث ایجاد پیوندهای هیدروژنی در بین مولکول‌های آب میشه و اونا کنار هم قرار میگیرن. به نظر پیچیده میاد، اما ما بهش میگیم انجماد. ساختار یک دانه برف میتونه در 6 مولکول آب خلاصه بشه. من میدونم که زاویه بین هر دو هیدروژن 105 درجه است و من میدونم در همه مولکول‌های آب دقیقاً همینطوریه. در بعضی از مولکول‌های آب هیدروژن بعدی پشت اونا قرار داره. دقیقاً به همین خاطر یک تقارن 6 تایی از کریستال دانه برف رو کشف کردیم. این کریستال از یک ذره کوچیک مثل گرد و خاک شروع میشن و ذرات بخار اطراف رو جذب میکنن و ناگهان به صورت ساده ترین اشکال دانه برف در میان. 6 ضلعی های کوچکی به اسم غبار الماسی و بعدش تصادف اتفاق میفته. یک دلیل بسیار ساده برای اینکه چرا بازوهای دانه برف اینجا به وجود میان، نه اینجا. اون به خاطر اینه که اینجا از مرکز دورتره و احتمال وجود مولکول‌های آب اینجا خیلی بیشتره. تجمع مولکول‌های آب بازو ایجاد میکنن و بازوی بعدی و همینطور ادامه داره تا جایی که به اشکال بسیار زیبا و پیچیده منجر میشه که ما میشناسیم و دوستشون داریم. بسته به دمای هوا و رطوبت و خیلی از فاکتورهای دیگه که دانشمندان هم نمیشناسن، این اشکال 6 ضلعی با تنوع بی‌نهایت به وجود میان. هر دانه برف در جریان هوای متفاوتی سفر میکنه و به مولکول‌های متفاوتی دسترسی پیدا میکنه.